سلام، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. من زینبم و تو این ویدیو میخوام یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد رنگ پارچه، نقاشی رو پارچه و نحوه نگهداریش بهتون بدم. همونطور که میدونید من کار هنری انجام میدم و نقاشی رو پارچه هم یکی از کارهاییه که من یه چند سالیه خیلی بهش علاقه دارم و انجام میدم. برای این کار شما به یه رنگی نیاز دارین که مختص پارچه باشه. یعنی شما با رنگ اکریلیک نمیتونید رو پارچه‌تون نقاشی کنید و توقع داشته باشید که رنگ روش باقی بمونه. برندی که من استفاده میکنم ماریورک که یه برندیه که خیلی کیفیت بالایی داره. من خیلی ازش راضیم. برندهای دیگه هم استفاده کردم مثل هور که اونم کیفیت مناسبی داره، ولی این برند کیفیت بهتری داره. نکته دیگه ای که میخواستم بهتون بگم، رنگ‌ها معمولا غلظت بالایی دارن و شما برای سهولت استفاده بهتره که اونا رو یک کمی با آب ولرم یا حالا آبی که دمای محیط داره رقیق کنید، بعد استفاده کنید. قلمتون بهتره که کاملا تمیز باشه، چون که رنگی که بیاد رو پارچه دیگه قابلیت پاک شدن نداره. نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که شما سعی کنید قبل از نقاشی روی پارچه‌تون حتما بشورید که اگه قرار آب بره، آب رفتشو قبل از نقاشی داشته باشه. بعدش اتو کنید، نقاشی کنید و دوباره اتو کنید. اتو کردن اولیه به خاطر اینه که چروک‌های پارچه باز شه و شما نقشتون رو راحت‌تر بتونید انتقال بدین. اتوی ثانویه به این دلیله که نقشتون ماندگار بشه. یکی از نکاتی که ضروری نیست ولی خیلی خوبه که رعایت کنید اینه که پارچه‌تون رو با آب داغ و جوش نشورین. سعی کنید از آب با دمای مناسب استفاده کنید که نه خیلی سرد باشه نه خیلی داغ باشه. و اینکه امیدوارم از این هنر لذت ببرین. ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. خداحافظ.